تفاوت تست باتری خودرو تو چیه؟ 100 آمپر، 150 آمپر، 200 آمپر، 300 آمپر، فرق اینا تو چیه؟ تمام این دستگاه‌های تست باتری تمام باتری ها رو از 1 آمپر تا 200 250 برشون تست میکنن. و فرقشون چیه؟ هر چی مقدار آمپر دستگاه تست باتریشون بالاتر باشه، بارکشی بیشتری داره. حالا یعنی چی؟ یعنی شما تست باتری شما 100 آمپر باشه، 150 باشه، 200 یا 300 آمپر فرقی داره. هر چی آمپر باشه قدرت بارکشی بیشتر، دقت آنالیز دستگاه هم بیشتر میشه. شما دستگاه تست باتری 100 آمپر باتری تست میکنی میگه سالمه، ولی همون رو شما میای با 200 آمپر یا 300 آمپر تست میکنی میگه دستگاه ضعیفه یا اصلا خرابه یا قابلیت شارژ مجدد دیگه نداره. دستگاه تست باتری تفاوتی که دارن اینه که غیر از با تست باتری تست دینام هم انجام میدن. اکثر دینامای ماشین سواری 12 ولی ماشین سنگین 24 دینامشون. اگه شما بخوای باتری دینام ماشین سنگین رو تست بکنید باید حتما تست باتری 150 200 و بالاتر باشه تا بتونید دقیق تست بکنه و اون چیزی که شما میخواید به شما جواب